به نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما بینندگان عزیز. خوشحالم که یک روز دیگری الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب نازنین، به فرمایش شما میریم به سمت ترمینال بزرگی که به هرات ساخته میشه، به سمت میرداود آقاد. میریم سعی میکنیم که تا چه اندازه کار پیش رفته و چه اندازه دیگه بمونده. همراه ما باشیم، 1 ساعت داخل ترمینال هستیم، به خدمت شما. بخیر باشیم. بینندگان خوب نازنین، بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. در کنار جناب محترم انجینر صاحب همین مکان هستیم که بیشتر خود معرفی میکنم و از کار ترمینال بیشتر معلومات دقیق برای شما دارم. بازم دوباره مانده نباشیم انجینر صاحب، صحتمند هستیم، بخیریم، قربان شما، سلامت باشیم. اول که نام شریف خود به ما بگیم. انجینر عبدالحکیم دادپور هستم، یک از انجینران پروژه ملی و بین المللی ترمینال هرات، ترمینال جدید هرات. نام خدا. ترمینال میگم مردم، ترمینال چیه؟ مسافربری از تلرهای است؟ مسافربری و ترانزیتی است. موتورهای ترانزیتی هم دیگه هستن، یعنی مسافربری هم هستن، ترانزیتی هم هستن. در کل بخش مسافربری چی باربری که جدا است، باز دا و قسمت دیگه هستن، دو طرف هم نامشون چیست، اما اینجا فقط مربوط به مسافربری میشه، ترانزیتی. ملی و بین المللی است، ملی است، بین المللی، یعنی داخلی است، خارجی. بسیار خوب. چی مدت میشه که شروع شده کار از؟ تقریبا 1.5 سال میشه کار فیزیکی عملا در اینجا جریان داره و بخشای متعدد. قسمت اول خو اینجا کار 3 فاز جریان دارن. فکر کنم یک فاز اول، فاز دوم، فاز سوم، هر فاز بر 1 سال در نظر گرفته شده، ولی بنا به تقاضای ولایت هرات و وزارت ترانسپورت که میگن یعنی شما کوشش بکنین ترمینال زودتر انتقال بدید به خاطر تردد ترافیکی کم شه، اون خاطر کار 3 فاز جریان داره. انجینر صاحب، بیشتر برادرها گفتم همین قدر جا باید باشه، نیازمنده. ساحه‌ای که در اینجا اعمار صورت میگیرن 1000 جریب زمین اعمار میشه که شامل تعمیرهای نمایندگی هستن، هتل، رستوران، دیگه بخش تجارتی از قبیل صرافی و دکاکین و مثال همین بخش هستن. دیگه بخش مسجد شریف، وضوخانه، ترتیب حمام، دیگه حتی سونا دیگه در نظر گرفته، ساحات سبز، سرک‌های داخلی حدود 10 کیلومتر سرک داخلی در قسمت کار میشن. دیگه اتاق خواب برای دریورا، تمام بخشایی که یعنی ضرورت برای از که یک ترمینال استاندارد ملی و بین المللی داشته باشن دیگه در نظر گرفته شده. بسیار خوب. این تکونا از دو طرف دروازه خورده
فعلا هم دو طبقه دیگه نمیفهم که طبق دیگه هم جور میشه یا خیر اینا برای چیه؟ این تعمیر را که در این قسمت میبینید تعمیر چی است؟ نمایندگی هستند. تکمیل نمایندگی یکی این طرف هستند، یک تعمیر نمایندگی در اون طرف هستند. این طرف داخلی است، اون طرف که است بین المللی است، یعنی موتورهای مشهد، نمایندگی مشهد که است در اون طرف است. این پایین که است نمایندگی هستند و بالا که هستند دفترهای نمایندگی هستند، یعنی نمایندگی هستند که دفتر ضرورت دارند. باز در قسمت داخل که هستند بخش داخلیشون که تعمیری که در داخل قرار داره بخش تجارتی است که در اوج هتل و رستوران این موارد هستند و در او آخر از که از اوج سالن انتظارگاه برشان در نظر گرفته شده و در این قسمت کلینیک هم در نظر گرفته شده و بالا اتاقای خواب و این موارد هم در نظر گرفته و تعمیرات جداگانه در بخش اتفاقیه این موارد ما داریم فعلا که سرش کار جریان نداره فعلا. یعنی اتفاقیه هم اینجا اتفاقیه هم دارن، تمام موارد هستن، ساحات سبز، میدان فوتبال موارد هم هستن که فعلا سرش کار جریان نداره. فعلا در قسمت نمایندگی ها تقریبا رو به تکمیل شدن هستن، یعنی 95% الا گفته میتونم که کارشون پیش رفتن. بخش تجارتی هم به شکل منزل اول تکمیل کارشون تکمیل خلاص است. بخش استراکچر سری مهندسی کار جریان داره و منزل دوم هم که استراکچر کار جریان داره، ان شاء الله که وزیرترین فرصت کارشون تمام شه و مسجد شریف هم کارایشون 95% بیشتر شد تکمیل شده باشه، فقط زیرسازی مونده دیگه. وضوخانه که میشه قرار داد ما شما بیام همین دو منزل تکمیل کارایشون خلاص است، فقط همین یک موارد کمش که مونده اینا کار جریان داره سرش در اون قسمت اون طرف که است. بخش حمام و صنایع موارد هستن که وام کار استراکچرش تکمیل خلاص شده، فقط بخش مهندسی مونده و در این استقامت که اصلا مکانیکی بخش مستری خانه پرزه فروشی و مستری خانه این طرف هم جریان داره. در قسمت در وروده که از کارهای بخش تانک تیل هم جریان دارن دیگه. تمام مواردی که در اینجا ضرورت است، یعنی مثل یک شهر استاندارد اینجا تمام موارد ضرورت چیزایی که یک مسافر در اینجا می ضرورت داشته باشن هیچ گونه کمبودی و کاسی وجود نداره در قسمت. نام خداوند خیر بده. شما و مسئولین از این مکان بینندای عزیز اگر متوجه شده باشیم به صحبت‌های انجینر صاحب، یعنی شهر هرات دیگه میشه اینجا 100% درسته؟ یعنی ساحه‌ای که 1000 جریب زمین اینجا اعمار صورت بگیرد تمام موارد را که اینجا در شهر وجود داره اینجا هم در نظر گرفته، شاید از او بیشتر. ترمینال سابقه را اکثریت مردم در جریان هستن، خیلی کمبودی و کاستی ها در اوج وجود دارن دقیقاً. اما در اینجا کمبودی و کاستی در اینجا وجود ندارن. سالن انتظارگاه و تمام موارد برای مسافرینی که در اینجا میان، یعنی یک کسی ممکنه ناوقت در اینجا برسن، اتاق خواب تا برشان در نظر گرفته، سالن انتظارگاه و هتل رستوران و تمام موارد در اینجا هیچ گونه کمبودی وجود نداره. تاکسیایی که مثلا طرف شهر میبرن انتقال میدن، تمام موارد اینجا در نظر گرفته شده. انجینر صاحب، خود ترمینال هرات مطلق که هسته اینقدر سایه نیه، شاید هم به هم 2 جریب بشه یا 3 جریب بشه. شما 1000 جریب گفتید. 1000 جریب است. 1000 جریب نیاز بود که بعد ساخته شه. این خو یک چیز استاندارد هستن. ساحات پارکینگ هستن، این طرفا شما میبینید تکمیل هستن، پارکینگ هستن، اینجا ساحات سبز در نظر گرفته شدن، پارک ها در نظر گرفته شدن. زمان که کسی در اینجا میان خو احساس خستگی موارد نکنم، چون از شهر کمی دور از اینجا. به خاطر تمام سهولت برای اینجا برای از نفر باید مهیا باشه. انجینر صاحب، فضا سبز ساخته میشه، مردم بیرون هم یک وقت شاید میتونم اجازه دارم به تفریح بیایم. تمام مردم افغانستان میتونن در اینجا بیان، اینجا تفریح بکنن، بعد از میتونن برن، چی مسافرین باشه چی مردم شهر باشه مشکل نداره در قسمت. یعنی یک ساحه ساخته میشن که مردم عام هم میتونن در اینجا بیان، بر علاوه که مسافر باشه یک طرف برن، یعنی هر کس میتونن در اینجا بیان، در پارک از ساحه سبز استفاده بکنن. نام خدا. بسیار خوب، تشکر از شما. خوشحال شدیم که وقت خود به اختیار ما گذاشتیم. بسیار تشکر، خداوند شما را عزت بده، سلامت باشید. دوستای خوب نازنین، بسیار یک جای زیبایه دیگه. انشالله مشکل مردم هرات چی که تمام افغانستان انشالله به این مکان حل میشه. انشالله همراه ما باشیم، برنامه ادامه داره.
انجینر صاحب مونده نباش. سلام علیکم. سلامت هستی؟ صحتمند سلامت. قربان شما. شکر بخیر. اول کنام شریف خود با ما بگین. اسم عبدالکریم محمدی، تخلص میکنم، یک از انجینرهای پروژه ترمینال ملی بین‌المللی هرات است. بسیار خوب. این جایی هست که ترمینال بزرگی که به کل افغانستان ساخته نشده. این زمین کو دولتیه. بله زمین دولتی است. این شرکت ها شخصیه، بیشتر معلومات بدیم. این کی چقدر بودجه اینجا مصرف میشه، از طرف کی است؟ زمین که است زمین دولتی است که از وزارت ترانسپورت و هنوردی هستند. دیگه اینجا تجاری هستند که شرکت برادران احمدی و شرکت پرده صاحبی هستند که اینجا برادران احمدی که است سرمایه‌گذارشان هستند. اینجا به اندازه 1000 جریب زمین است که اینجا ترمینال ساخته میشه. 1000 جریب زمین هستند. خب از دکانایی که اینجا ساخته میشه حدوداً چند دربنده؟ حدوداً بخش نمایندگی هستند که دو بخش نمایندگی داریم. طرف سمت شمال، سمت جنوب داریم. هر بخش 88 تا دکان میشه. دیگه بالای 500 تا دکان اینجا در کل بخش نمایندگی و بخش ورکشاپ و بخش رستوران ها و کافه شاپ هم کل بخشش بالای 500 تا دکان بیشتر ساخته میشه اینجا. 500 دانه. خب انجینر صاحبایی که کار میکنم و کارگرایی که کار میکنم خارجی هم یا داخلی هم؟ این پروژه که است دیگه داخلی دیزاینش تا کل انجینرهای داخلی کار کردن. وزارت ترانسپورت و هنوردی انجینرهایی که برادران احمدی سرمایه‌گذاری که هستند دیگه اینجا داخل افغانستان دیزاین شده. دیگه انجینرهایی که هستن تکمیل داخلی هستند. دیگه انجینرهایی دارن که از خود شرکت هم هستند. اینجا همیشه از این نظارت میکنن. دیگه انجینر از خود وزارت هم میآید که ماهانه دو ماه بعد تبدیل میشه، دو تا انجینر میشه هستن مرخصت کننده مثلا ناظر هم هستند اینجا میشه. بسیار خوب. انجینر صاحب معلوم است به شما که چقدر بودجه مصرف میشه اینجا؟ بودجه از 20 میلیون 600 هزار دلار هستند اینجا تا تکمیل شدن این پروژه. 20 میلیون و 600 هزار دلار. بله. خب از ختم دیگه شاید معلوم نباشه. از ختم از اینکه در 3 فاز انجینر صاحب هم قبلا اشاره که 3 فاز هستند. 3 فاز ساخته میشه. از فاز اول تقریبا تکمیل هستند. دیگه از 2 سم کار شدن. دیگه ان شاء الله با زودترین فرصت یک فاز ما افتتاح میکنیم. بسیار تشکر از شما. خیر ببینیم. خوشحال شدیم که وقت خود به اختیار ما گذاشتیم. سلامت باشین. قربان شما. دوستای خوب نازنین بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. ما آمدیم به داخل مسجد جامع شریف که
برادران مصروف به گچکری هستم. مونده نباشین خلیفه جان. اول شما خوبه؟ بله. یک دقیقه میشه پیش بیاییم؟ بله. سعادتمند هستیم؟ چکو شما خوبه؟ زنده باشیم. گچ میکنیم ها؟ بله. خب چند روز مصروفیم؟ یک ماه میشه. یک ماه. به یک ماه میگذر کار کردیم. بله. چند نفر برنایم؟ 6 تا. 6 نفر خلیفه. بله. کم کار نکردیم. خب کار زیاد داره، ارتفاع زیاده. خب ارتفاع زیاده. نام بله. خدا 6 نفر انگار کنین 6 ماه میشه دیگه. بله دیگه. درسته؟ بله. هر نفر یک ماه. بله. خب چی رقم شما اینا رو کار میکنین؟ اینا متریه. خب متر چنده؟ اینا مرحله اونا سفید سیوای ابزار سیوای. خب ابزار هم میخوره؟ امینا بخورده دیگه. خب اینا اونا سیوای به بخش سفیدگری نیه. خب بله. اینا متر چندی ابزار؟ اینا کلان این ماشین سلاک دار نیه. سلام. بله. معلوم نیه به شما که چند متر چندی؟ تو مت بکن اونا برام صحبت کرده برام نیه قیمت بوده سزونه. خب گاز سفید به چنده؟ گاز سفید با 70 60. هم گچه خاکش هم سفید شه؟ یک گچه کردیم اینا. خب بسیار خوب. از کار خورزی هستیم؟ خدا رو شکر. خرج و برج شما را میدم یا نه نه اجاره؟ بالا اجاره ما بالا خود اجاره که باشین خرج نمیدم. نه بالا خود ما. چند ساعت کار میکنین چون کار شما اجاره؟ ما دیگه صبح ساعت 8 میریم تا 6 6 نیم 5 بستگی داره دیگه. هر دم که تعطیل کنیم کار اجاره خود ما. بسیار. کدو بخش کار خود شما شخصی؟ گاز سفید کدو قسمت؟ همین دیگه همین پکو کار خود منه. خب نام خدا فکر کنم خوب گچکار ماهری هم هستیم. چیکار کنیم؟ چون مثل امی کاج از هم شما کار کردین؟ بالا دیگه میتونیم خودی هم کار کنیم برو میتونیم. چند سال میشه گچکاری؟ تقریبا 25 سال میشه. او که باشه پس دست شما دیگه به کل آینه یه. چیکار کنیم؟ موفق باشیم برا. یارو خوشحال باشه. 500 میفته برای شما. بله خدا رو شکر. الهی شکر الهی شکر. تشکر از شما. خلیفه جان مونده نباشیم شما. سلامت باشیم زنده اول باشیم. شما خوبه؟ الحمدلله شکر. سلامت باشیم. نام شریف خورم با ما نام بگید. شریف ما غلام ایداره. خب خلیفه جان چند روز میشه که مصروفیم به می مسجد جامع شریف به داخل ترمینال؟ داخل از این بخشای زیاد ما اینجا گچکاری کردیم. تو داخل از این مسجد جامع یک ما 40 روز میشه که دوامدار کار میکنیم. خب بله. همه شما با هم شریکیم دیگه. بله. مدت شروع خود دوستم میشه ولی در حدود 40 روز پاجو بیشتر کار نکردیم داخل از. خب 3-4 ماه میشه من تا ایتا بعض روزا تعطیل. بعض روزا دیگه بخشا کار میکردیم مثل سالن انتظار و خانه مولا و دیگه گچکاری هم داره اینجا. بسیار خوب بسیار خوب. اینا متر چند کار میشه؟ این اینا دونگی مثل دونه 3000 کار میشه. دونه 3000. بله. 4 متر بیشتره؟ نه 4 متر 3 متر بیشتر نه. 3 متر. 3 متر 1 متر هم دور از بیشتره. 1 متر 80 متر به چرخونه 2 متر میشه. همین 2 متر میشه؟ بله. اضافه نمیشه؟ نه. فکر نکن. 1 متر 80 سن 2 متر میشه. یعنی لوله که بسته این لوله رو کنیم متر کنه 1 متر 80 سن 2 متر میشه. خب معلوم هست که به شما مثال که متر چند ابزار کار میکنین؟ بله. گچ به چند کار میکنین؟ مثلا سفید متر 70 رو به سقفور کار میکنیم، متر 50 رو به دیوارار کار میکنیم. متر ابزارات دیگه مختلف از متر 60 70 روپیه گرفته تا کنیم 100 200 است. تفاوت داره ولی اگه گل بندازونیم چند؟ گل هم دونگیه دیگه، دونگی که 1000 کنیم 1000 2000 گل هم متفاوت دیگه. بسیار خوب. چند سال میشه گچ کاری؟ ما زیاد مدت 2 سال بیشتر نمیشه. 2 سال. بله. نام خدا. بسیار خوب. از کار خورزی هستیم؟ الحمدلله شکر. بله. مسجد جامع شریف درست میشه اینجا. اگر به شما بگم از چیزی که کار میکنیم مثلا روز چند حقوق شما؟ اجاره دیگه 500 600 کم بیش میفته ولی مثلا بگم 200 300 به شما کمتر میدیم. به خاطر خیر شما. هم بچه‌ها شاهد هم که می ابزار دور از زیرگی به تصویر داشته باشیم. اما ابزار به قیمت مو بالایی کار کردیم که مثلا هر متر از برابر 4 متر از دیگه تفاوت داره، به خاطر که مسجد مو گفتن خیرم ما باشه. نام خدا. میفهمید که به داخل از هر کس نماز بخونه اینجا وقتی که نگاه میکنه میته گچ ابزار مقبولی شما کار کردیم به حق شما دعا میکنم. این ابزار فکر کنم زنجیری میگن. بله زنجیری میگن، بعضو ورساج میگن، بعضو اسکیجی میگن، دوست تا نام داره. بسیار خوب. تشکر از شما. زنده باشید. خوشحال شدیم. ما خوشحال شدیم.
دوستای خوب نازنین در کنار برادر هستیم که اینا مصروف به دال بسته کردن هم که فکر کنم رو کار یک چیزی شاید 100% کار بشه. مونده نباشین خلیفه جان. اول خوبه؟ شکر شما خوبی؟ اسم شریف خود بگین. خلیل احمد. خب دال بس هی بسته میکنیم برای چی؟ دال بس برای سیمان کاری. آخه سیمان شده کو. بالا ابزار میزنن، نقاشی میکنن، سیمان میزنن. دیگه که برقکاری میشه. بدون از این ولی تا بالا کار میشه. سلام حاجی صاحب خوبیم؟ سعادتمندیم بخیریم. قربان. دیگه ما سرکاله خود میگم خود یک مصاحبه میکنه خنده هم میکنه. چاش اومدمن. حال حال خود تو برابر فیکسه هیچ مشکل نداره. میگم بله. امی سیمان کوبو شده فکر کنم بالا راویز میشه. راویزا. بالا سیمان بالا هم سیمان میزنن، نقاشی داره. خب دیگه این کارا جزئی بمونده که انجام میدن. خب اینا شما چی رقم بسته میکنید؟ همین رقم متری بسته میکنیم کار دار بسته. مترونه یا دونگی؟ مترونه ما بسته. ما خود ما لوله از اینا ما بسته کاریم بسته خب میکنیم. لوله از ایناه. بله. خب متر چند بسته میکنی؟ این هر 6 متری 200 300 میگیری. 200 یا 300؟ 300. 300 بله. تا با ما آخر. دیگه همین ارتفاع 7 متر. خب دور بر از این ساختمان ها کلا دور هم بر کلا بسته میشه. بسیار خوب. از کار خورزی هستین؟ بله خدا رو شکر. تشکر از شما. سلامت خیر ببینی که شما زحمت خیر ببینی. بکشید. خوشحال شدم. بسیار تشکر. دستی در نکنه. سلامت. ما مصروف باشیم به کار خود. دوستای خوب نازنین، این بخشی که شما مشاهده میکنیم اینجا بخش کشیکاریه داخل اتاقا. خلیفه جان مونده نباشیم. سلامت باشین. اول شما خوبه؟ ممنون. سلامت. سعادتمند هستیم؟ الحمدلله. سلامت باشیم. شته کشی ها مقبولی ای کار میکنیم. خوبه بله. بسیار خوب. اینا کشیکاری به دوش شما نه؟ بله. خب چند در بنده کنه؟ جان که خود شما چند در بنده کنه که کشی میکنه؟ بندش چیه؟ چند دکانه؟ چند در بند؟ دکان زیاده. خب دکان زیاده. چند روز میشه مصروفیم؟ ما تقریبا 3 ماه میشه مصرفی میگیم. 3 ماه. 3 ماه. همین کشیکاری ها پایین و بالا همه به دوش شما هست یا دیگه کس هم هست؟ یکی دیگه هم هست. خب آره 2 تا پیمانکاری ما اینجا. خب اینا چی رقم کار میکنیم؟ ما اینا یه بار زیرش ملات اون میکشیم. نمیگم من. یعنی اینا روزمزدیم یا اجاره ایم؟ ما اجاره ایم. متر چنده؟ متر بکنم تا 80 تا 100 روپیه هست. 100 روپیه یا 80 روپیه؟ کنم 80. خب آره. دیوال تا به کف فرق میکنه؟ فرق میکنه بله، مگر اینکه یه جا خالص دیوار بشه اون قیمتش جداست. کف دیوار باشه حالا زیاد تفاوت نداره. میگه دیوار حالا کمتر هم بشه میگه از کف جبران میشه باز. اگه خالص دیوار باشه چرا قیمتش فرق میکنه. یعنی منظور شما اینه که کف دکان بیترتره، راحت‌تره؟ راحت‌تر که بالاخره هر کاری خاص خودش داره دیگه. بالاخره این صرفش بیشتر از بدن دیواره. کف به شما بیشتر میصرفه؟ بله. خب دیوال به خاطری که دوغاب میگیره و دستگیره؟ دستگیرتره دیگه. هی دوغاب بریزی تاش خوش بشه که تو بعدش بذاری. خب خلیفه جان این که بسیار دیوالا راسته یا مقبول و یکم طول اضافه مشکل کنه میشه انشالله؟ نه مشکل نداره. تشکر از شما. ممنون از شما. خوشحال شدم. موفق بخیر باشید. باشید. خیر ببینید. دیگه اینجا نرم کارو باشه میره پیش که دوستای خوب نازنین بیاین که یه بخشا رو هم به شما معرفی کنیم. اینا دکونایی هست که طبق اول یعنی هم کافه ای خلیفه برنا ای سیمانکاری دارم و از اینا پرسون میکنی که این چی میشه؟ دفترای یا دکون مثال رستورانت یا مثال میگم فروشگاه چیزی میشه؟ مونده نباشین خلیفه جان. سلام علیکم. خوب هستید؟ هستیم. خوب سلامته. قربان شما سلامت باشیم. چی کار میکنیم؟ برنه‌ای سیمان کاری پلستر کاری. این سیمان هم شما کار کردید؟ بله. معلوم است چند نفر کارگر اینجا تمام کارگرها
اینجا هستن 100 نفر میشه 100 نفر. پین و بالا داره. خب خود شما چند نفرین بخش سیمانکاری؟ ما 10 نفر. 10 نفر. بله. خب 10 نفر نام خدا 6 7 ما میشه مصروفیم دیگه. خوب ان شاء الله روز چند برای شما میفته؟ دیگه برخورد نداره. 700 800 900 1000 1500. خب برخورد نداره. 1500 برای چی؟ مثلا 500 و 600 برای چی؟ بعضی موقع کار آماده نیه. خب. پی میفته. بعضی موقع کار آماده بیشتر میفته. خب با کارم کو کار داره دیگه. اگه کار کنیم مثل کارگرا سرگذر مثال بعضا نه البته دیگه نشم بعضا تکازان نمیدم بله پرتوی میدم. شما کو بزو کارا موتنی شما اجاره این کو معلوم دار نی. موتنی. خب کارگرا ما میتونی. بسیار خوب. پلستر اول کار شده. بله. با روی سیمان نرم کار میشه. برو از دیگه چی کار میشه؟ رنگ کار میشه. خب بجام شما نیه. نه بجام ما. خب بسیار خوب. اگر کار کنیم از تای دل یا خود شما نه یا مزدور کاریم حدوداً چند متر کار میکنیم؟ به روز به روز 150 زیر 150 کار نمیکنیم. 150 متر. بله. به یک نفر. می پرسونال که ما هستیم 4 نفر 3 نفر به 3 نفر کار میکنیم. نه 3 نفر چیم؟ 3 نفر برنایم یا 3 نفر کارگر؟ 2 نفر برنایم یک کارگر. خب 2 برنا یک کارگر. بله. 150 متر. 150. متر چندیه؟ اینا دیگه متر 20 روپیه. 20 روپیه 150 تا 20 100,000 افغانی میشه. 100,000. 100,000 500 600 پس کارگر به کل 1000 2,000. درسته؟ بله. خب خوبه دیگه از اینکه بریم به ایران بریم یا به دیگه کشور بریم حاصل باشیم همین جا کاش که باشه که شما بیایم اینجا کار کنین لقمه نان حلال. باعث افتخاری تو جا کار. چه ذره افتخار میکنیم به زی مکان به زی وطن به می منطقه فعلا میت ترمینال بزرگ ساخته میشه و چقدر مردم هم اینجا مصرفن. خیلی حس خوبه داره. مثلا فکر میکنه به پاریس کار میکنه. مثلا وطن من آباد میشه. تشکر از شما. تشکر از شما. زنده باشید. موفق باشید. خوب بازم آمدیم پیش برادرایی که مصروف فکر کنم لوله یا دیگه چیزی مونده نباشیم. لالا سلام علیکم. اول شما خوبه؟ شما خوبه؟ سعادتمند هستیم؟ سلامت باشیم. شما زنده باشیم. نام شریف خود به ما بگیم. سید ولی رسولی است. خب اینا چی گفته میشه؟ یکی از پیپای مرکز گرمیه. این ترمینال مجهز به سیستم گرمایش و سرمایش. و فصل زمستون گرمایش داریم از موتورخانه و فصل زمستون هم سرمایش داریم. خب به چه شکل لوله اینا لوله اوه دیگه درسته؟ اینا لوله آب گرمه برای رادیاتور. هر دکون نسبت به متراژی که داره رادیاتور تعیین میشه. مثلا اینجا 4 تا رادیاتور داره این دکون. خب بعضی دکونا 6 تا داره، بعضی دکونا 1 داره. بستگی به متراژ داره. یعنی زمستون تابستون او داغ به داخل دکون است. بله. به تمام همین 500 دکون یا نه به 500 واحدی که شما میگین 500 دکونی که هست، حتی اونجا کلینیکه، کلینیک هم به همین قسم لوله کشی شده و مرکز گرمی سرمایش داره. نام خدا. پس این کلینیک میشه؟ بله، این تقریبا کلینیک میشه، بالای هم مطب میشه یا جای محل دکترا که میشه. خب خاطر ما این لوله تا حال ندیدیم که به حساب او گرم شه. اینا لوله ها مخصوصیه فکر کنم. اینا لوله نیو پایپ میگم، 5 لایه استاندارد، اینا بین المللیه، یعنی سیستم اینا اروپایی تقریبا اینجا داره به کار استفاده میشه. پس همه چیز میت اساسه. خب خیلی هم هزینه داره این کار. چیزی اولوش $6 لک کل هزینه مرکز گرمایش سرمایش هزینه.
6 لک دلار فقط همین لوله کشی. فقط لوله کشی موتورخانه از اینه. خب یک موتورخانه داره؟ نه این 2 تا موتورخانه داره. 2 موتورخانه. 2 موتورخانه که مساحت 200 متره. یا 200 متر. اینا رو با چری پوش میکنه؟ اینا که به زیر کار میره؟ اینا به خاطر از اینکه زیر کار که میره آیخگری بشه، لوله که وقتی داغ که میکنه رطوبت جذب میکنه از سیمان و ماسه که داره، هم جلوی ضربه رو میگیره، هم جلوی رطوبت زده دوباره که موقع کف اینجا زرد نشه، رنگیده نشه. از این دست. بسیار خوب. اینا شما چی رقم کار میکنیم؟ مترونه؟ ما مترونه پروژه‌ایه. کل پروژه چیزی اولوش 8 تا 10 لکه هزینه و دستمزدی دیگه تا تکمیل بشه. البته بسیار خوب، بسیار خوب. از کار خوب ان شاء الله راضی هستیم؟ بله 100%. تشکر از شما، لطف کردین. بسیار تشکر. خواهش می‌کنم. سلامت باشید. سلامت.